سلام بچه، امیدوارم که حالتون خوب باشه. امروز اومدم با یه ویدیوی خفن ماینکرافتی دیگه با آموزش ساخت جت جنگنده در ماینکرافت بدون کامنت بلاک و بدون از این چیز دنگ و فنگا به راحتی یه جت جنگنده میتونید بسازید. امیدوارم که از این ویدیو خوشتون بیاد. بریم سراغ ویدیو. خیلی خوب، برای شروع کارمون ما اول هواپیمامون رو توی هر ارتفاعی که میخوایم بسازیم تا همون ارتفاع میاریم بالا، بعد یک بلاک میذاریم. بعدش حالا یه بلاک دلخواه، این بلاک فرق نداره چون که بعدا باید بکنیمش. 3 تا بلاک اینطوری میذاریم، 3 تا کنارش دقیقا، یه بلاک هم بینشون باید فاصله باشه. بعدش ما به ابزرور نیاز داریم ببینیم هواپیمامون کدوم سمت خواد بره. من میخوام هواپیمام بره به این سمت، چیز میکنم آب برم پشت اینجا وایسم و ابزرورا رو به این صورت که این صورتشون رو به جلو باشه بذارم. بعدش کاری که باید بکنم اینه که برم 2 تا استیکی بیستون بردارم. استیکی بیستون نیاز دارم الان اینجا. این 2 تا استیکی بیستون رو میذارم اینجا. حالا به اسلایم نیاز دارم. اسلایم رو برمیدارم، این 2 تا اسلایم هم میذارم. حالا دیگه به اینا نیاز نداریم، ما میتونیم اینا رو بکنیم. اما حالا ما میایم اینجا یه دونه پیستون برمیداریم، پیستون رو بذاریم بین این 2 تا اسلایم. یه اسلایم دیگه برمیداریم. ببینید بچه ها حواستون باشه اینجا اشتباهی استیکی بیستون نذارید وگرنه کار نمیکنه. این 2 تا هم حتما بعد استیکی بیستون بشه، اما این 2 بیستون ساده باشه. حواستون رو اینا جمع کنید. بعد جلوی این یه دونه بلاک اسلایم میذاریم، یه دونه هم اینجاش میذاریم. حالا ما به دیسپنسر نیاز داریم. این دیسپنسرها رو جوری که یه دونش روش به جلو باشه و یه دونش روش به عقب باشه میذاریم. البته ببینید بستگی داره، اگه شما بخواید موشک بزنید باید یکیش رو به جلو باشه یکیش به عقب. اگه بخواید تیر بزنید و دوباره به همین جوری باشه، میتونید هم تیر بزنید هم بمب، هم موشک هم بمب، یا اینکه میتونید اینو روشو این طرفی بذارید هر جفتش بمب بندازه. اما مثلا من میخوام که این موشک بزنه این بمب بندازه. حالا هر جور که خودتون دوست دارید میتونید بذارید دیگه. اینا رو که اینجوری گذاشتیم، اینو 3 تا میاریم جلو. اینجا هم یه دونه اینجا من میذارم، یه دونه اسلایم بلاک میذاریم اینجا، یه دونه هم میذاریم این طرف. بعدش ما مثلا چیز بهتر برداریم، اسلپ برمیداریم. اسلپ چوب چون که سبک‌تره بهتره که یه اسلپ چوبی برداریم. یه دونه میذاریم اینجا، یه دونه هم میذاریم اینجا. البته به نظر من برای اینکه قشنگتر بشه یه کار دیگه میتونیم بکنیم. میتونیم به جای اینکه اسلپ بذاریم اینجا، بیایم از این چوبا، از این درای کوچولو، به نظر من این بهترین طرحشه، برداریم بذاریم اینجا و اینو اینجوری کنیم. البته میتونیم این کار رو با چیز کنیم، با یه نوع بلاک دیگه کنیم، اما اینجوری چون که این شکلی جمع میشه خیلی جالب تره. البته یادتون باشه که بلاک های اضافه تر روی هواپیماتون نذارید وگرنه سنگین میشه و کار نمیکنه. حالا یه دونه از این گلسه مشکی برمیداریم،
و میذاریم اینجا. الان هواپیمای ما آماده است. تنها کاری که باید بکنیم اینه که داخلش تجهیزات بذاریم و روشنش کنیم. تا من تجهیزات رو بذارم و بهتون بگم. حالا مثلا برای تجهیزات برای تجهیزات گذاشتن یادتون باشه که مثلا میخوایم بوم بذاریم توش، TNT میخوایم بذاریم، تا من پرش میکنه از TNT که دیگه خیلی خفن بشه. وقتی که میخوایم TNT رو بذاریم حتما TNT رو روی اینکه گوش به عقبه بذارید، چون اگه بذارید اینجا به اشتباه هواپیمای خودتون میره رو هوا. این دیسپنسر رو پر TNT میکنیم. به 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 قشنگ. بریم اینجا رو بفکنیم. اینجا هم میتونیم تیر بذاریم هم میتونیم موشک بذاریم. حالا شاید بگیم ماینکرافت یا موشک نداره. موشک از کجا بود؟ ببینید ما به جای اینا میتونیم از موشک میتونیم از اینا استفاده کنیم. از این توپای آتشین هستن. کدوم قسمت بودن یادم رفته است. از این توپا اینها، این توپا مثل موشک پرتاب میشن. بعد میتونیم برای تیرش از همون تیر کمون استفاده کنیم. اینا رو بعد بذاریم روی اینجا سمتش جلوه. میذاریم اینا رو اینجا. حالا برای اینکه هواپیمامون هم راه بیفته، الان این هواپیما کاملا آماده است. توی PC من مطمئن نیستم که این هواپیما کار کنه، نه اما من دارم الان با گوشی بازی میکنم مطمئنم که کار میکنه، چون که قبلا اینو ساختم امتحانش کردم. برای روشن کردنش هم فقط نیاز داریم به یه دونه بلاک آف ردستون. اینا میذاریم اینجا. هواپیما شروع میکنه به کار کردن. همینطور که میبینید TNT ها رو پشت سر هم میندازه و همینطور که میره جلو یه کانال درست میکنه. اینجا هم همینطور که میبینید داره اینا رو مثل موشک پرتاب میکنه و ما میتونیم سوار این هواپیما شیم و با این بریم. من سوار هواپیما شدم، دارم با این هواپیما میرم. حالا من دیگه اینو خاموشش میکنم که دیگه بیشتر از این نره. و بله اینم از هواپیمای ما، جت جنگنده که هم موشک میزنه. حالا اگه میخواین من این چیزا رو ور میدارم، تیرم میذارم که تیرش هم ببینید چطوری شلیک میکنه. بله من این ماسماسکا رو بذارم اونجا. بیام توی قسمت سلاح‌ها تیر بذارم. الان من تیر ور میدارم، میذارم روی دیسپنسر هواپیما و تیرها رو میذارم داخل دیسپنسر تا دیسپنسر شلیکشون کنه. حالا ردستون رو میذارم. اینها همینطور که میبینید این تیرها رو هم داره شلیک میکنه. حالا من دیگه ردستون رو قطع میکنم که دیگه بیشتر از این بردم رو خراب نکنه. خیلی ممنون که ویدیوی منو تا اینجا تماشا کردید. حتما لایک و سابسکرایب کنید ویدیوهای منو تا از من حمایت کنید تا من بتونم از این ویدیوها براتون بذارم. خدا نگهدار.